یزید چگونه به هلاکت رسید و ماجرای نبش قبر او توسط عباسی ها چی بود؟ آنها در قبر یزید چی را مشاهده کردند؟ دانستن این موضوعات شما را شوکه خواهد کرد. پس اگر برای دیدن این ویدیو آماده هستید شروع میکنیم. یزید در مجموع مدت 3 سال و 9 ماه به عنوان خلیفه بر مردم سلطنت کرد. او در سال اول حکومتش امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران او را شهید نمود. در سال دوم حرمت مدینه را شکست و مدت 3 روز جان، مال و ناموس مردم مدینه را برای سپاهیانش حلال نمود و در سال سوم به کعبه شریف حمله ور شد و آن را به آتش کشید. یزید فرد شرابخوار، میمونباز و عیاشی بود که هیچ اعتنایی به احکام و دستورات الهی نداشت. درباره مرگ یزید روایت‌های زیاد نقل شده است که نشان می‌دهد یزید به شکل فجیع و با تشنگی هلاک شده است. علت مرگ یزید: در سال 64 هجری یزید با تعدادی از افرادش به قصد شکار از دمشق بیرون آمد و سوار بر اسب همراه با افرادش به اندازه 2 روز راه از دمشق دور شدند. در بیابان بودند که آهوی زیبای نظر یزید را جلب نمود. یزید که میخواست خودی نشان دهد و همراهانش گفت که هیچ کس با من نیاید. من میخواهم به تنهایی این آهو را شکار کنم. بناهن با تاخت به دنبال آهو رفت. آهو از این دره و آن دره فرار میکرد و یزید او را دنبال مینمود تا اینکه در بیابان بسیار هولناک و وحشتناک رسید که به یک باره آهو ناپدید شد و یزید او را گم کرد. از طرفی یزید به شدت تشنه شده بود. او در آن بیابان خشک به دنبال آب راه افتاد. ناگاه مردی را دید که آب در دست دارد. از او خواست که به من آب بده و گفت اگر مرا بشناسی احترام شایانی به من میکنی. مرد گفت تو کی هستی؟ یزید گفت من خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه هستم. مرد که این را شنید گفت تو همون قاتل حسین ابن علی هستی؟ ای دشمن خدا. پس با شمشیری به سمت یزید دوید. اسب یزید با دیدن برق شمشیر به ناگاه رمید و پا به فرار گذاشت. در این هنگام یزید تعادلش را از دست داد و به زمین افتاد، طوری که پایش به رکاب اسب گیر کرده بود. همین گونه اسب در بیابان پر از وحشت فرار میکرد و یزید در بین سنگها و خارها و پستی و بلندی بیابان کشیده میشد، طوری که سر و پیکر او متلاشی شد و به شکل فجیعی به هلاکت رسید. همراهان یزید بعد از مدتی او را در حالتی که یک ران قطع شده اش در رکاب اسب آویزان بود یافتند که این حادثه در سال 64 هجری رخ داد و یزید در آن هنگام 38 سال داشت. نظر شیخ صدوق درباره چگونگی مرگ یزید: او میگوید که یزید شب در حالی که غرق در نشه شراب بود خوابید و صبح او را مرده یافتند، در حالی که بدن او به طور وحشتناک تغییر کرده بود، مثل آن که قیر مالیده شده باشد. بالاخره بدن نجس یزید را در باب الصغیر واقع در دمشق دفن کردند. نبش قبر یزید توسط عباسی ها: در سالهای نخست حکومت عباسیان عبدالله عباسی دستور داد تا قبر یزید را بشکافند. افراد عبدالله عباسی قبر یزید را باز کردند و جز استخوان‌های بند مفاصل پای او چیز دیگری نمانده بود. بعداً تمام استخوان‌هایی که باقی مانده بود را جمع‌آوری کرد و آن را آتش زد. بله دوستان عزیز، این بود ماجرای هلاکت یزید ملعون و نبش قبر او توسط عبدالله عباسی. و در آخر السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و لعنت تمام لعنت کنندگان جهان به یزید و قاتلان آن امام شهید باد.
خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما بودید. اگر از این گونه ویدیوها خوشتان می آید حتما این ویدیو را لایک کرده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتان را بنویسید. خدا یار و نگهدارتان باد.